سلام. طبق معمول همیشه من کوالا. همونطور که هفته پیش قولشو داده بودم، امروز اومدم راجع به با شانه یخزده صحبت کنم به همراه 3 حرکت اصلاحیش که تو هر جای قابل انجامه و خیلی روون و ساده‌ان که به شدت میتونه توی شونه یخزده به ما کمک کنه. طبق روال همیشه کوالاجیم، قبل از اینکه بریم سراغ حرکت ها من باید یه توضیح مختصری راجع به با علت ها و علائم شونه یخزده به شما بدم تا شما با علم بیشتر و با چشم باز حرکت ها رو انجام بدید. شانه یخزده یه ناهنجاریه که دامنه حرکتی شما رو محدود میکنه. وقتی که بافت همبند مفصل سرشونه ضخیم میشه و سفت میشه، در موارد جدیتر بافت اسکار یا استخوان اضافه تشکیل میشه که به شدت دامنه حرکتی رو محدود میکنه. معمولاً 2 تا 9 ماه طول میکشه که این ناهنجاری ایجاد شده درست بشه. این ناهنجاری بیشتر در میانسالی بین 40 تا 65 سال رخ میده و در زنان شایع‌تره. خیلی از افراد به طور طبیعی بدون هیچ گونه درمانی التیام پیدا میکنن، اما در بعضی از موارد ممکنه که زمان زیادی طول بکشه و دامنه کامل حرکت ممکنه بهبود پیدا نکنه. علائم شایع شامل تورم، درد و همینطور سفتیه. وقتی که بازو به صورت فعال یا غیر فعال حرکت میکنه باعث درد و از دست دادن دامنه حرکتی میشه که میتونه انجام فعالیت‌های روزانه رو دشوار بکنه. وقتی شانه یخزده شروع به درد میکنه متوجه میشین درد باعث میشه که حرکت خودتون رو محدود بکنین. حرکت دادن سرشونه هر چه کمتر باشه باعث افزایش سفتی اون میشه. خیلی زود متوجه میشین که نمیتونین شونتون رو مثل قبل تکون بدین. مثلا نمیتونین شی رو از توی قفسه بردارین یا حتی تیشرتتون رو از تنتون بیرون بیارین. میتونه عدم تعادل هورمونی یکی از علتهاش باشه. از علتهای دیگه میشه به دیابت اشاره کرد. تحقیقات دارن نشون میدن که دیابت خطر ابتلا به این ناهنجاری رو 3 برابر میکنه. از دیگر علتها میشه به ضعف سیستم ایمنی یا اختلالات تیروئید هم اشاره کرد. شونه یخزده معمولاً 3 مرحله داره و بین 12 تا 36 ماه طول میکشه. البته که میتونه متفاوت باشه. مرحله اول میشه انجماد یا فریزینگ که شروع تدریجی درد سرشونه است. در حالت استراحت با درد شدید در حرکات شدید وجود داره. به طور معمول حدود 2 تا 9 ماه طول میکشه. مرحله دوم میشه منجمد یا فروزن. درد تو حالت استراحت کاهشی میشه، اما از دست دادن قابل توجه در تحرک سرشونه همراه با درد در دامنه های انتهایی حرکت وجود داره. میتونه بین 4 تا 12 ماه دوام داشته باشه. و مرحله سوم میشه ذوب یا توینگ. دامنه حرکت توی این مرحله به تدریج باز میگرده. میتونه حدود 5 تا 9 ماه هم دوام داشته باشه. بدون معطلی بریم سراغ حرکات. کشش میتونه به اکثر افراد مبتلا به شانه یخزده کمک بکنه تا درد رو کاهش بدن و دامنه حرکتی رو درست بکنن. بهبود معمولاً به زمان و استفاده مداوم از شیوه ها نیاز داره. درمان موزه‌کارانه باید ابتدا امتحان بشه به مدت 6 ماه، حداقل 4 هفته. مداخله هدفمند میتونه درد و قدرت رو در شونه یخزده درست بکنه. من حرکات رو روی تصویر به شما نشون میدم که شما راحت‌تر بتونین انجامش بدید. حرکت اصلاحی اول، بیستین و از باسن به جلو خم بشین. اجازه بدین بازوتون
کاملا شل بشه باید آویزون باشه. گرانش به کاهش وزن مفصل سرشونه کمک میکنه. برای پشتیبانی بیشتر میتونین دست مخالفتون رو روی میز قرار بدین، بدن خودتون رو به سمت جلو و عقب تکون بدین تا بازوتون رو توی حرکت دایره‌ای شکل بچرخونین. این باید یک حرکت غیر فعال با حرکت بازو به جای عضلات بدن باشه. 3 تا 10 تا تکراری این حرکت رو در جهت عقربه‌های ساعت و خلاف جهت عقربه‌های ساعت 2 بار در روز انجام بدید. حرکت اصلاحی دوم میشه یکی از بزرگترین دلایل شانه یخزده ضعیف شدن عضلات روتیتور کافه. بنابراین میخوایم ابتدا روی تقویت این عضلات تمرکز بکنیم تا نحوه حرکت مناسب شونه رو دوباره به بدن آموزش بدیم. این حرکت به یه باند کشی نیاز داره که همه جا دارن. از این بانداش هایی که حالت کششی داره که آرنج ها کنار بدن کف دست ها رو به سمت جلو و باندی کشی تو دستتون باشه، کتفاتون رو با هم به هم فشار و به صورت چرخش بیرونی شونه ها باند رو از هم جدا بکنین. ساعد ها رو در تمام مدت جمع نگه دارید، به این معنی که بین آرنج و بدنتون نباید فاصله زیادی وجود داشته باشه. برای 10 تکرار تلاش بکنین و 3 ست انجام. اصلاحی سوم میشه ساعد خودتون رو با آرنج 90 درجه روی دیوار قرار بدین، یک بار جلوتر از دیگری باشه. حالا ساعد خودتون رو به سمت دیوار بکشین بدون قوس دادن به قسمت پایین کمرتون. ساعداتون رو به سمت پایین دیوار بکشین. برای 15 تکرار و 2 ست انجام بدین. حرکت به شدت راحتی که تو هر جایی قابل انجام. امیدوارم که از ویدیو استفاده کرده باشین و همینطور ممنونم که ویدیو رو لایک میکنین تا بقیه هم بتونن استفاده کنن. یادت باشه که کوالاجیمو یادت نره.